از این رنگ کلا 4 تا تو کل دنیا ساخته شده این و در مجموع 109 عدد. این یکی از این 4 تاست که تو کل خاورمیانه است با این رنگ و شکل و شمایل. بچه بیاید یه نکته خیلی باحال میخوام بهتون بگم. بچه این قاب فیبر کربنی که میبینید دکوری نیست، مثلا قفل رینگ و اینا نیست. این برای ایرودینامیک بیشتر این قسمت هستش تو سرعت‌های خیلی بالاتر. خیلی هم مثل که مکان ترکیب می‌کنم میگه جوان میاد. این هم کار کمپانی برابوس هستش. یه باگی برابوس رو فیس جی کلاس کاملا فیبر کربن هستش. پنربندی رو ببینید بچه. این سیستم اگزوز رو میاد بالا. صندلی ریکاردو فیبر کربن، سقف‌ها حالت بیسیم داره ازش آویزونه. خوراک بیابونه. قهرمان درک من اسمشو میذارم، مکلارن 765 LT، یکی از سریع‌ترین ماشین‌های دنیا. 0 تا 100 تو 5.6 ثانیه. اینم رنگ آبیش. فراری 812 GTS دو تا رنگ زرد و نقره‌ای، تقریبا 850 اسب قدرت داره. فراری SF90 استرادل، یکی از سریع‌ترین محصولات فراری و همون گمش نکنید این ماشین رو. SLR مکلارن کرون ادیشن، این سفارش خلیج فارس هستش. این لوگوهایی هم که بغلش به رنگ طلایی هستش طلای خالصه. 7 عدد اگر اشتباه نکنم توی خلیج فارس و 100 تو امریکا هستش. اروپا هم از این ماشین نیست، نداریم. فراری 488 پیستا. اینم آخرین لامبورگینی اونتادور ساخته شده اولتیمیت. بریم اینو قسمت عقبش رو بچه ها نشون بدیم ببینن همشون. 780 هست اروپا قدرت فور درایو. عظمتش واقعا این هر ماشین تردیدین یه چیز دیگه است. این ماشین برای طراحیش برای 10-12 سال پیش هستش دوستان. این دست منم بزرگتر ورودی هوا رادیاتورش. حالا بریم اون و یه ماشین خیلی خفنه که از سریع‌ترین ماشین‌های دنیا پیست نوربرگرینگ اینجاست. این همون ماشینه AMGT پروژکت 1. البته اون برش خیلی بالاتر رو بزنم ترش شده هستیم. روش سوار شده بالا عقب و کاملا فیبر کربن هستش این ماشین. این برم استدسای اتاق قدیم هستش. رنگ نقره‌ای ما اونم عین همون رو ما توی تهران داریم. یه دونه پلاک ملی تقریبا 7-8 سال پیش پلاک شد. تو مجموعه آقای پیامبر بودیم و AMGT بلک سریس تو 2 تا رنگ مختلف. مشکی نمیدونم به این رنگ چی میگن، فیلی میگن، نقره‌ای میگن، نقره‌ای میگن. GT3 یکی از سریع‌ترین ماشین‌های دنیا مخصوصا توی پیست. موتور 4 لیتری داره. بنتلی کانتیننتال رو اونور می‌بینید و نمونه اسپیدش هم اینجاست، رنگ زرد. بچه‌ها از اتاق فرمان اشاره می‌کنم، یعنی ماشین یه چیز دیگه است واقعا. گرانترین پورشه سری 911 GT2 RS. خیلی خفنه این ماشین. قیمت این ماشین میدونی چقدره؟ چقدر؟ 1.4 میلیون درهم. این از اینم قوی تره. مدل کوپه، این هم مدل اسپیدش که این مدل خیلی کمیاب هم هستش. یه مدل لیمیتد حساب میشه با این شکل و رنگش. داخلش هم سفارشی طراحی شده. کمپانی بنتلی سنگ تمام گذاشته تو این مدل. این برام مرسدس بنز میباخ رو میبینید. 2 تا رنگ سفید مات. البته این معمولی هستش تو میباخ. S580. اسم این ماشین رو من یادم نمیاد. بنتلی مولسان نه موسولین.
ماسلین؟ موسولینی فرانسپورس. فرانسپورس به اینا میگن، موسولینا برای اینا. فرانسپورس یه کوپش میاد. سخته اسمش دیگه، حالا خورده موسولان موسولینه. بچه ها یادمون رفت بیاین این شب خیلی باحال این برام. اسل 55 مدل جدید 2023 رنگ ناردوگره، اینم رنگ مشکیش، قیمتش 1 میلیون درهم، تقریبا 13 میلیارد و 500 میلیون تومان. امروز که دارم این ویدیو رو داخلش براتون صحبت میکنم کامل توضیح میدم. یه ماشین خیلی خفن دیگه داریم و واقعا ارزنده و گرون، یه آمریکایی دو چالنجر درک پک مخصوص مسابقات درک هستش و پکیج کامل داره دیگه، همه چی داخل شاسی کشی شده، فیبر کربن هم کار شده باش. از مقابل بریم با قسمت نمای عقبش رو ببینیم. اسمش چی بود؟ پاراشوت. پاراشوت. لاستیکا رو چه فاقی داده بچه. من به این میگفتم بالون عقب، الان دوست عزیزم میگه اسمش پاراشوته، بال عقب نیست، پاراشوت. چیز جدید یاد گرفتم. بالون عقب وقتی اینقدر قیمتش باشه دیگه بالون عقب نمیشه. نمای عقب اصلا رو ببینید لذت ببرید بچه. مثل این میمونه که به این ماشین بگی خود با پراید یکیه. وقتی اینقدر پول میده قاعدتا پراید نیست. این هم مدل دیگه میره حالت کلاسیک مانم، پورشه نمیدونم 511 توربو جی تی آر اس اتاق قدیم. این هم یه خورده کلاسیک‌تر. GLS میباخ یکی از لوکس‌ترین محصولات مرسدس بنز هستش دوستان. این ماشین میباخ GLS فکر کنم 600 بشه. اینم کلینان. حالا شما بگید بچه GLS رو انتخاب میکنید یا رویز کلینان؟ اینو حتما تو کامنت ها بچه بگید GLS میباخ یا رویز کلینان. اینم رنگ مشکیش. یه موتور 12 سیلندر داره بچه ها، قبلا پستش رو گذاشتم براتون. یه موتور 12 سیلندر 6.5 لیتر 590 دسته بخار قدرت و 2 میلیون و فکر میکنم 500,000 درهم ارزش این ماشین هستش. حالا یه سری مدلاش آپشناش بیشتر، قیمتش بالا پایین میشه. این ماشین دوستان از لامبورگینی اوروس هم سریعتر، پورش کاین جی تی، از سوماردی دی بی ایکس دو تا رنگ مختلف. این ماشین از پورش کاین جی تی خوشگل‌تره ولی این خیلی سریع‌تره. اگزوزش رو نگاه کنید، برخلاف پورش کاینه دیگه که دو طرف هست، این اگزوزش وسطه و خیلی سریعه واقعا. حالا تصمیمت رو گرفتی؟ رویزوز یا میباخ؟ من میگم کلینان. این هم یه کاین جی تی اس و یه گوجه‌ای. آقا گوجه‌ای. حالا یه اسم دیگه هم داره، الان اینجا دیگه نمیدونم. اینم بی ام XXM، یه ماشین تازه وارد تو بین ماشین‌های مرسدس بی ام. حواسم به این جی کلاس پرشون آخرین ماشین رو میخوام بگیم بچه ها. اسم این رنگ جی کلاس گرین هل هستش. یه سبز مات خیلی خوشگل. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حالا تا ویدیوی بعدی بدرود.